پایگاه اطلاع رسانی راسخون. الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. یه جلسه های گفتگو و بحث آزاد و تریبون آزاد از قبل خوب بود همه جا، مخصوصا دورهای انتخابات و مسائل سیاسی اینا فعالتر میشد زمانهای انتخاباتی. ولی چیزی که مثلا شاید تو اون نامه مورد توجه بوده و ایشون راجبش اصلا تو خود اون متن به نظرم نظریه پردازی شده، در خود اون متن نظریه پردازی شده راجع به فلسفه این نوع بحث آزاد و تأثیرش در نظام سازی و تمدن سازی. فقط این نبودش که چند نفر بیان راجع به هر مسئله با هم بحث بکنن و برن، ضمن که اون لازمه، هم شروع خوبیه ولی حد اقله. یعنی واقعا من یکی از تأسفایی که میخورم اینه که خود این متن نامه ایشون درست خونده نشد تو حوزه و دانشگاه، توسط افکار عمومی نخبگان درست دیده نشد متن. مثل که مثلا یه حکم حکومتی بوده که خلاصش گفتن کرسی را بندازین دیگه، در حالی که من نظر شخصی اینه که دقت در محتوای فلسفی و هم معرفت شناختی، هم انسان شناختی، هم تمدن شناسی که در متن نامه ایشون هست به نظر بنده خیلی مهمه از اصل طرح مسئله کرسی ها. که حالا اگه اجازه بدید من عرضمو با چند تا از کلیدواژه های خود این متن شروع بکنم که اصلا توقع ما و شما نسبت به این مسئله کرسی های و بحث آزاداندیشی و توقعمون از خودمون یه مقداری جدی‌تر بشه و بریم بعد به مباحث بعدی چند نکته عرض بکنم. چیزی که به ذهنمون میرسه. جلسه هم آزاد، دوستان هر وقت مایل بودن راجع به هر مسئله فرمایش دارن بفرمایین که همه استفاده کنیم، یا اگر اشکالی به عرایض ما یا ابهام یا هر چی بود، هر کسی از دوستان نظر داشتن هر وقت مایلن همینجوری بیان وسط بحث، چون بحث وسط و اول و آخر نداره، هر جاش آمدیم. یک نکته قبل از اینکه من این کلید واژه ها رو بگم اینه که ما هم تنبل شدیم هم ترسو شدیم. ما که میگم به صفت نوعی حوزه و دانشگاه، وقتی کسانی به قدرت و به حکومت میرسن به طور طبیعی هم تنبل میشن هم ترسو. ترسو به معنای محافظه کار و تنبل به معنای آسانگیر بر خودمون. شما مقایسه کنید کارهایی که به تعداد انگشتان دو دست بیشتر نبودن متفکران اسلامی که آثارشون مخاطب داشت تو جامعه ما قبل از انقلاب، که اونا الان جزو یا نیستن یا اونایشون که هستن جزو بزرگان درجه یک مثلا علمی و حوزه و اینا محسوب میشن. چقدر اینا تو بحثایی که اون موقع میکردن بر خودشون سخت میگرفتن. یعنی یک جلسه مثلا 20-30 نفری دانشگاهی محدود تشکیل میدادن توی خونه‌ای، توی اتاق کوچیکی، بدون دفتر دستک و تشکیلات و بدون ادا اصول و بدون ساعت کار زدن و دستمزد و اضافه حقوق و همین بیلانه کار و اینا هیچ کدوم که نبود. اینا که این 7-10 نفر آدم که اسمشون همتون میدونید کیاین، کسایی که نسل خود ما با آثار اینا تقریبا آشنا شدیم با مفاهیم جدید اسلامی و ای که اسلام دین زندگی، دین تمدن ساز، ارتباطش با اخلاق، با خانواده، با سیاست، با اقتصاد، با جامعه، با و نسبتش با مارکسیسم، با نمیدونم لیبرالیسم، با دیدگاه‌های مختلف. ما از زبان و قلم مجموعاً در حدود 10-15 نفر آدم آشنا شدیم. حالا بعضیا بیشتر پرمخاطب‌تر، بعضیا کمتر. گاهی الان که من نگاه میکنم به بعضی آثار اونا یا خاطرات اون موقع آدم یادش میاد، میبینیم که اینا به خودشون خیلی سخت میگرفتن و باید بگردی حرف مفت پیدا کنی تو آثار اینا. ولی بعد از اینکه امکانات و اختیارات حکومتی و اجتماعی در اختیار قرار میگیره، یعنی تریبون داری، گوش مفتم که داری، مردم، دانشجوها، جوونا اینا همه علاقه‌مندن، به دلایل مختلف میان. یه زمانی توی شهر یا تو خود همین شهر یا شهرهای دیگه باید میگشتی یک حسینیه، مسجدی، یک کلاسی، یه خونه، چیزی پیدا کنی که بیان مثلا 40 نفر جمع بشن برای اینا، شروع کنی از مبانی حقوق بشر و اقتصاد اسلامی و این حرفا بگید تو بیا جلو. حالا چون کل رسانه ها در اختیاره، کل مسجدها در اختیاره، کل دبیرستان آموزش پرورش، مدرسه ها، تربیت معلم، عرض شود که دانشگاه ها، وقتی که امکانات زیاد شد
دو تا نطفه، دو تا انحراف بسته میشه تو ذهن افراد به طور طبیعی. یکی تنبلی که عرض کردم، یعنی دیگه اهمیت نمیدیم به این که حرفای ما چقدر منطقیه، حرفای ما چقدر درسته، چقدر قابل قبوله. این حساسیتی که یه وقتی یک کسی به عنوان سخنگوی فکر اسلامی میخواد راجع به فقه، کلام، اخلاق، تاریخ بحث بکنه، این مجبور خودشو در درجه اول به جای خوانندش بگذاره، بعد کتابو منتشر کنه، خودشو به جای شنوندش یه وقت فرض بکنه که این حرفا که میخوام بزنم اگه یک کسی دیگه‌ای بزنه من شنونده باشم دچار تهوع میشم یا نمیشم، اصلا برام منطقی هست یا نیست، میتونم تحمل کنم این حرفا رو یا نه. این سختگیری کم شد. نوشتن و گفتن و درس دادن و حرف زدن و اینا شده شغل ما نوعی، یعنی طلبه دانشگاهی اینا که تو این مقامن شغله. وقتی یک کاری شغل شد دیگه، نه رسالت و امکانات زیاد شد و رقیب ضعیف شد یا ضعیف بود، اون وقت این حالت میاد سراغ آدم. یعنی واقعا یک فرهنگی ولو عمق مطلبش بسیار غنی باشه، اما از طریق متولیان یک فرهنگ ممکنه کرم بیفته، ممکنه بوی کهنگی بده. تازه ترین حرفا بوی کهنگی میده، نوترین حرفا بوی تکراری بودن میده. ما یه مقداری به نظرم میرسه توی 30 و چند سال بعد انقلاب، به خصوص تو بعضی از مراحل که رقبای ما کمتر بودن تو صحنه، مثل الان دوچار هم محافظه‌کاری و تنبلی شدیم، بر خودمون آسان میگیریم، سخت نمیگیریم و شاید برای یک مقاله، برای یک کتاب، برای یک جلسه‌ای که باید 10 برابر وقت بگذاریم به 1/10 اکتفا میکنه. چون کسی نیست که مچ ما رو بگیره، که میگیم ما گفتیم و رفتیم، تو دانشگاه درس معارف گفتیم و رفتیم، تو مطبوعات و رسانه ها گفتیم و رفتیم، تو رسانه ها گفتیم و رفتیم. کی به کیه؟ مخصوصا توی حوزه های علوم انسانی، مفاهیم انسانی و اجتماعی و تاریخی که خیلی وقتا هرچی گفتی، مثل مهندسی و پزشکی اینا نیست. تو پزشکی نمیتونی هرچی گفتی، چون 2 بار اشتباه کنی مریضت میمیره. تو مهندسی 3 بار اشتباه کنی پل خراب میشه، دیگه اون نظام مهندسی میان بیرونت میکنن. ما تو علوم انسانی تقریبا نظام علوم انسانی نداریم، هر کی هرچی گفته. هیچ کس نیست که بگه آقا این حرف شما تو حوزه تاریخ، حقوق بشر، علوم سیاسی، روابط اجتماعی، خانواده، روان درمانی، اینا که گفتی کو بر چه اساسی میگی اصلا؟ کو برهانت؟ کو دلیلت؟ یک جای اگر نباشه که اینا محک بخوره، هم اون چه که راجع به انسان و علوم انسانی میگیم، هم اون چه که راجع به دین خدا، راجع به اسلام میگیم، هر کسی هر جا هر جور دلش میخواد میگه. یعنی خود قشنگ حرف زدن شده هدف. کم کم دیگه درست حرف زدن از جلوی چشم ما میره کنار. یعنی او که برای ما مهم میشه، که جلسه ما گرفت، جلسه‌مون گرفت الحمدلله. یعنی چی گرفت؟ ولو با جدل، با خطابه، ولو با حرفای سست، ولو 100 تا ادعا تو یک جلسه بکنی 10 تا دلیل نیاری. اینا چیزایی که دامنگیر خیلی از ما شده داره میشه. و اینکه آقای مطهری میگفت، که شهید مطهری میگفت که وقتی که دشمن قوی میشه یه عده‌ای ناراحت میشن، ولی من با اینکه البته طبیعتا احساس مسئولیت پیدا میکنم، دغدغه پیدا میکنم، ولی ته دلم خوشحالتر میشم، برای که میبینم وقتی از این زاویه حمله شد به مفاهیم اسلامی، ما مجبور میشیم به خواندن و اندیشیدن و کار کردن و تولید فکر. یه بعد جدیدی از ابعاد معارف اسلام خودشون نشون میده. اگر مارکسیستا نبودند و از این زاویه به اسلام حمله نمیکردند که شما اصلا دیدگاه منسجمی راجع به تاریخ ندارید، فلسفه اسلامی تاریخ چی اصلا؟ فقط مارکسیسم، ماتریالیستا بر اساس ماتریالیسم دیالکتیک فلسفه برای تاریخ تعریف میکنن، یا راجع به اقتصاد که اصلا نظر اسلام راجع به فقه اسلامی، راجع به مالکیت، راجع به بانک، راجع به مناسبات تولیدی، راجع به ماشین و ماشینیسم چیه. خب ایشون میگن ما هیچ وقت وارد این عرصه نمیشدیم، گرچه خدای مطهری هم توی عرصه حتی نظریه‌ای داده که جمهور آقایون علمای حوزه قبول ممکن نداشته باشن. در مورد بعضیاش حتی گاردم گرفته شد، شاید هم اونجا حق با بقیه آقایون باشه. ایشون سر قضیه مالکیت ماشین یادتونه توی کتاب اقتصاد اسلامیش چی گفت؟ گفت ماشین و تکنولوژی و صنعت چون محصول عقل جمعی و تاریخی است، مالکیت خصوصی بر نمیداره. این یک نظریه‌ای بود، خیلی حرف مهمی هم هست، بنده خودم هم قبول ندارم این نظر رو. بعضی از آقایون اینا ناراحت شده بودن، به امام گفته بودن آقا این حرفا چی، و مثلا
یه مدتی جمع کردن که گفتن این یادداشت‌های و چرک نویسای بود، همینطورم بود، یادداشت‌های شخصیش بود، خودش چاپ نکرده، ولی بالاخره نشسته تو خونه فکر کرده که نمیشه این نظر رو برای اساس گفت. بعضی اونجا گفتن سوسیالیستی بحث کرده اینجا. یا موارد دیگه سر قضیه حجاب آمد او بحث رو کرد. شما یادتونه یکی از آقایون علما حوزه آدمای مقدس و اینا برداشت یک کتاب نوشت علیه ایشون و حتی اهانت هم کرد. از بعضی روایات استنتاج میکرد که خانوما که گفتن سوار مثلا جلوی مردای نامحرم اسب سواری نکنن، این زین که میگن شامل هر نوع سواره، برای اون پشت ماشین هم نباید بنشینن. همین فتوایی که علمای سعودی هم دادن و اینا راجع به قضیه با این قضیه برخورد میکنه و اینا اهانت میکنن بهش. بازشون جواب داده. من نگاه میکنم میبینم که همین 4 تا پرسش و پاسخهای علمی قوی که گاهی تو دوره محرومیت و غربت و مظلومیت انجام شده هنوز الان منبع تغذیه فکری است. الان هنوز بعد 40 سال اینا قابل استناده. ایشون میگه اگر مارکسیستان نبودن من نمیرفتم سراغ قرآن ببینم فلسفه تاریخ در قرآن چیه. اگه فمینیستا راجع به زن و حقوق زن و اینا افراطی بحث نمیگردن، یه دم از این طرف نمیشستن ببینن آقا بالاخره در قرآن و روایات اینا مسئله حقوق زن، تکلیف زن، حضور سیاسیش، اجتماعیش، خانوادهش اینا چیه، چجوریه. یعنی حساسیت‌های ایجاد میشه. اگر لیبرالیستا تفکر سرمایه‌داری از آزادی به عنوان شعار محوری خودش حرف نمیزد ولو به دروغ و تبلیغاتی، بالاخره ما نمیرفتیم ببینیم که در این دریای اقیانوس معارف قرآن و روایات چقدر بحث راجع به حقوق بشر و آزادی و اینا که ما اینا رو اصلا نگاه حقوق بشریه به سبک امروزی بهش نمیکنیم، در حالی که با 100 برابر حرفایی که اونا راجع به حقوق بشر و آزادی زدن، 100 برابر حرفایی اینا که مارکسیستا راجع به برابری و فلسفه تاریخ گفتن، 100 برابر اون چه که فمینیستا راجع به حقوق زن میگن، تو این منابع هست. همین منابع سنتی ما، همین سنت دینی ما، منتها بدون تعادل اینا بحث میکنن. ما خودمون که اصلا بحث نمیکنیم. یک خطر بزرگ که مانعی فرمودید فرهنگ آزاداندیشی، من به نظر میرسه یک مانع بزرگ محافظه‌کار شدن، ترسو شدن، تنبل شدن، قدرت محور شدن هست، در حالی که مناظره و آزاد اندیشی علم محور است نه قدرت محور. کرسی آزاد اندیشی باعث میشه از رانت قدرت استفاده نکنی در مقام گفتگوی علمی. هر کس میخوای باش. اینجا که میای پشت میز منشینی باید ادلت رو بذاری رو میز، با استدلال باید بیای حرف بزنی. بیرون از این جلسه هر کس هستی باش، منم هر کس هستم باشم، به لحاظ قدرت، به لحاظ ثروت، به لحاظ نفوذ اجتماعی، به لحاظ هر کی میخوای باش. کرسی آزاد اندیشی یعنی عقل محض میاد، استدلال میاد، عقل و نقل میاد پای میز برای گفتگو، با حذف همه نسبت‌ها و انتسابات، با حذف همه مؤلفه های غیر علمی، یعنی قدرت، ثروت، شهرت، ریاست، حذف عصبیت، که حالا اینا که میگم برای همش من اینجا روایت هم آوردم که نه آقا حرفای روشنفکری همینجوری حالا مد شده میزنن، اینا همه تو همین سنت هزار ساله ما، قبل بیش از 1000 ساله ما هست، خیلی سریع در قرآن و در سنت. من حالا نه از باب تبرک، از باب که اینا الگوهای ماست دیگه، بخشی از اینا رو بعد خدمتتون حالا عرض میکنم. ما اگر یاد بگیریم که چه در وضعیت شکست و ضعف ظاهری، چه در وضعیت پیروزی و اقتدار اجتماعی و ظاهری، در هر دو وضع دو تا خصوصیت در طرز حرف زدن ما و شما به عنوان کسایی که از طرف فکر دینی میخوان حرف بزنن، این باید حفظ بشه. یکی منطق و یکی اخلاق و تواضع. تو این متن آمده منطق، آزادی و اخلاق، این سه تا اگر با هم باشه شکوفایی اتفاق میفته. ولو این وسط کسایی ممکنه بیان 4 تا اهانت هم بکنن، فحش هم بدن و اینا طبیعیه، پیش میاد. نهایتاً سرجمعش ببینین که به نفع حق یا به نفع باطل. ما اگه قبول داریم که ان الباطل کان زهوقا، باطل ذاتاً رفتنی است، موندنی نیست، زهوقه. اگه این قبول داشته باشیم، وقت به نظرم یک مانع بزرگ در برابر این کرسی ها برطرف میشه. ما مثل که کمی میترسیم، مثل که فکر میکنیم حق و باطل هم زورن هم سطحن، نکنه یه وقتی به مساف بیان اینا و بعد حق شکست بخوره، خدای نکرده. این نگرانی به خاطر اینکه به این
جاء الحق و زهق الباطل که مال مورد خاص فقط نیست، یه قانون الهی است که هر وقت حق بیاد باطل میره. اگر یک جایی باطل هست یعنی اونجا حق درست اقامه نشده، یعنی جاء الحق نبوده. اگر جاء الحق یعنی آمدن حق آمد، باطل محاله بمونه، برای که باطل ذاتاً کان زهوقا، رفتنی است. یک سنت قانون الهی است. یک دلیل عمده‌ش هم اینه که شما در طول تاریخ و همین الان در عرض جهان و جغرافیای جهان یک باطل نمیبینین که با شعار حق نیامده باشه. باطل هیچ وقت عریان نمیاد، همیشه یه روپوش، یه پرچم حق رو دستش میگیره میاد. این هم یک دلیل دیگه که حق پیروزه و خود باطل هم میدونه حق پیروزه. یعنی ببینین مثلا میخوان اشغال کنن یک جایی رو، نمیگن ما میخوایم ظلم کنیم اشغال، میگن میخوایم برای آزادی و دموکراسی، برای حقوق مردم بیان. این یعنی باطل با پرچم حق میخواد بیاد. میخوای علیه عدالت نابود بکنه، عدالت رو شعار آزادی میده. یک کسی میخواد آزادی رو حذف کنه، یک شعار خوبی دیگه ای پیدا میکنه، مثلا امنیت یا عدالت. پس ببینید هر حقی رو به اسم یک حق دیگه ای از صحنه بیرون کرده در طول تاریخ بشر. همیشه دیگه شما معرکه واضح تر از عاشورا که ندارید بین حسین و یزید دیگه. همونجا هم برید ببینید ادبیاتا تو تاریخ، حالا شما سخنرانی و خطبه های یزید دوستان ندیدن، بعضیشو برن نارم ببینن. معاویه گاهی اینقدر شبیه حضرت امیر حرف زده که مرحوم سید رضی توی نهج البلاغه یک خطبه رو میاره، چقدر خطبه زیبا و معنویه و چقدر قشنگ. بعد میگه که بعضیا گفتن این خطبه مال امیرالمومنین نیست، مال معاویه است. خود سید رضی مینویسه، میگه بعضیا گفتن در ضمن این سخنرانی مال معاویه است نه مال حضرت امیر. ولی مگه ممکنه همچین حرفای علی نباشه، حرفای معاویه باشه؟ یعنی اینجوری نیستش که مثلا معاویه اون طرف وای میساده حرفای باطل و مزخرف میزده، حضرت امیر هم اینقدر حرفای قشنگ میزده. در هیچ همین الان چطوریه؟ همین الان مخالفین مثلا امام انقلاب اینا کدومشون بد حرف میزنن؟ کدومشون بد حرف زدن؟ چه اینا که داخل توی 30 سال تو انقلاب بودن، حذف شدن رفتن، نه بنی صد منافقین کی هم تو بیا جلو تا الان. چه دشمنای خارجی، نطقاشونو بخونین ببینین چقدر قشنگ حرف میزنن. حرفای اخلاق، همین الان نطقای همین اوباما، بوش، هر شود نطقای استالین، نطقای هیتلر، کتاب هیتلر چاپ شده، ببینید چه نطقایی. آدم میگه اینا کیان؟ آدمای مثل اینا به نظر میاد استالین و هیتلر و جورج بوش و اینا همه آدمای حکیم اخلاقی، نطقاشون هم کسی دیگه براشون می‌نویسن، متناشون و اینا میگن. ولی اینجوریه، هیچ وقت باطل اوریان به جنگ باطل نمیاد. خود این یعنی حق پیروزه. برای که باطلم با چهره حق میاد جلو. یعنی نجات پرست نمیاد بگه من نجات پرستم، یک توجیه میاره برای باز گرش میزنه با نجات بشر. هیچ کس با شعار باطل جلو، این خودش یعنی حق پیروزه. ما چون خودمون به نظرم میرسه ما خودمون چون ضعیفیم، خیلیامون توی عرصه ها کار نمیکنیم، زحمت نمیکشیم، ضعیفیم، چون خودمون آسیب پذیریم، گاهی آسیب پذیری انتقال میدیم و تعمیم میدیم به مکتب. به خودمون نگاه میکنیم میگیم مثلا تو این شهر، خب حالا ما به خودمون نگاه میکنیم کدوم از ما اگر این بحث مطرح بشه میتونیم تو این بحث اشراف داشته باشیم به ابعادش، هم درست بحث بکنیم، هم مستند، هم حرفای اونا رو بدونیم چی میگه، هم این طرف بفهمیم کجاش باید قبول کرد کجاش نباید قبول کرد. بعد میبینیم نه، مشکلاتی وجود داره. بعد میز بازی رو به هم میزنیم. این کار فقط ما نمیکنیم، مخالفین ما هم میکنن. این کارو همه میکنن همیشه. اصلا اینایی که میزنن زیر میز برای که میدونن این بازی اگه ادامه پیدا بکنه تو آخرش نمیتونی. وقت از اون طرف در روایت ما که حالا عرض میکنم خدمتتون، دیدینم شما همه مرزهایی که گذاشتن مثلا بین گفتگوی اخلاقی با جدال و مراء، که یکی رو تحریم میکنن میگن علامت کافر و منافقه، یکی رو تشویق میکنن و میگن این مؤمن حکیم اهل این کاره. مرزهای اخلاقی که بین دو نوع مناظره و آزاداندیشی بحث میشه. این که اصلا آزاداندیشی نسبتش با منطق چیست؟ آیا آزاد از منطق، آزاد اندیشی یعنی اندیشه آزاد از منطق، یعنی هرج و مرج گفتن، تناقض گفتن،
هر از یک شاخه به یک شاخه پریدن، یا اینا چیزایی که باید تو افکار عمومی به نظرم روش کار بکنیم، باید فرهنگ بسازیم. آزاد اندیشی یعنی اندیشه آزاد از منطق؟ نه. آیا یعنی اندیشه آزاد از اخلاق با هدف غلبه بر طرف؟ که هممون اکثر ما تو بحث‌های مناظره ها اکثرمون اینجوریم که یک کمی که بحث پیش میره دیگه یادمون میره که قرار بود یک حقی اثبات بشه، یک باطلی ابطال بشه. یه مرتبه هدفی میشه که بنده باید پیروز بشم، تو هم باید شکست بخوری، تو باید خراب شی. که اینا همه در روایات ما ذکر شده که میگن یک گفتگو تا کجا علمی و اخلاقی است، از کجا به بعد دیگه غیر اخلاقی است. من میفرمان که همون لحظه باید جلسه رو ترک کنی حتی اگر حق با توست. این تو روایاته. من یه وقتی با خودم میگفتم واقعا تو این موقعیت گیر بکنیم حاضریم، میدم اصلا حاضر نیستم این کار بکنم. در روایات مناظرات و گفتگوهای حضرت رضا علیه السلام یه وقت دوستان دقت بکنن، من یه وقتی مناظرات حضرت رضا رو نه به لحاظ محتوای گفتگوها، به لحاظ روش گفتگو روش نشستم، چند سال پیشا کار کردم، بعضی از روش‌های حضرت رضا علیه السلام رو سالها قبل استخراج کردم. فقط به یکی دو تاش اینجا اشاره بکنم. طرف از رهبران مشهور کفره که اگر او تو جلسه خراب بشه، علاوه بر اینکه برای حضرت یک آبرویی است بین دوست و دشمن، یه مکتب ایدئولوگ و متکلم و سخنگوش رو از دست داده. یعنی میدونید دیگه مثلا طرف بگن آقا این آقا مثلا تئوریسین ایدئولوگ این مکتبه، بعد این توی بحث جلوی جمع خراب شه، دیگه از این بهتر که دیگه فرصتی نیست، همه دنبالشیم که آقا یک همچین مناظری حتما باید صورت بگیره. حضرت رضا علیه السلام تو بحث با رعایت ادب و اخلاق و اینها طرف درست آوردن به لحاظ نظری، این لب آوردن درست، این لب پرتگاه نظری، یعنی دیگه هیچی براش نمونده. اینی که میگم از قول خود او طرفه. اینا توی احتجاجات ببینید هستش. درست رسوندنش حضرت رضا به این لب که دیگه هیچی نداره برای گفتن، خودش سکوت کرده. بعد حضرت رضا علیه السلام جلوی جمع به جایی که یک لبخندی بزنن و خب دیگه مثلا حسابش رسیدیم، بهش میفرمان که شما اینجا میتونید این جواب رو به من بدید. به او یاد میدن که شما هنوز جای سکوت نیست، شما هنوز میتونید اینجا حرفی هست که شما میتونید بزنید. بعد او میگه که حضرت میگن اینو میتونی بگی، او میگه خیلی خوب آقا همین که شما گفتید. بعد حضرت میگن البته اگه این رو شما بفرمایید منم اینطور جواب میدم. یعنی سوالی هم که طرف بلد نیست، استدلالی هم که طرف به عقلش نرسیده، با مبانی خودش بهش میگن و او را محترمانه جواب میدن. و بعد از این زیباتر به لحاظ اخلاقی میرسه بحث به یک جایی که این ابوالسلط تعریف کرده، میگه که رسید بحث به یک جایی که این داشت اصلا میخواست شهادتینشو بگه دیگه، میخواست بگم جلوی مسلم. تا به اینجا رسید حضرت رضا فرمودن که خلنی و ایاه، یا خلونی و ایاه، منو با ایشون تنها بگذارید. خیلی آقا خدا شاهد عجیبه ای، خلونی و ایاه، منو ایشونو تنها بگذارید، جلسه تمامه. یعنی اون لحظه ای که باید از نظر ماها میوره بچینه حضرت رضا علیه السلام، یعنی اون لحظه ای که طرف آماده بگه آقا من حرفامو پس گرفتم، اشتباه کردم، شما درست میگی، اصلا من مسلمان شدم. حضرت رضا سلام الله علیه همونجا جلسه رو ختم میکنن، جلسه رسمی رو میفرمان دیگه جلسه تمامه. و بعد به او میگن که ما با شما در خلوت صحبت کنیم. میخوان او اعترافش ای در خلوت کرد. ببینید روایت رو، در خلوت گفت که من همه حرفای شما رو پذیرفتم، من اشتباه کردم. یعنی از رضا حتی نخواسته ای رو تو جمع خرابش بکنه. یکی دیگه از اینا تو مناظره داره بحث به یک جای جالبی میرسه به نفع حضرت رضا، موقع اذان میشه. حضرت رضا میگن که خب من بریم نماز دیگه، اذان شد و اینا. خود او طرف میگه که آقا اگه من یک سوال دیگه دارم، اگه اونم جوابشو شما به من بدید من اصلا دیگه حرفامو همه رو پس میگیرم، دیگه لازم نیست اینقدر چیز کنیم. باز حضرت میگن که خب حالا واسطیم یک مسئله اهمی پیش آمد و او خراب کردن یا آغاز. میگن نه میریم نماز، اگر مایل بودید بعد نماز جلسه رو ادامه میدیم اگه خواستید. و میرن برمیگردن، او هیجان جلسه هم کم شده و اینا. بعد اونجا او سوال میکنه در حضور جمع، حضرت هم جوابشو میدن.
از این روایات زیاده که من به نظرم یکی از کارهایی که این بحث‌های کرسی‌های آزاداندیشی باید بکنن تو تهران و مشهد و اینا این روش‌های اسلامی برای گفتگو و مناظره با مخالف رو هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ منطقی به دست آورد. یک خطرم از اون طرف داریم که خیلی روشنفکر مآب و اینا بشیم، کم کم بیافتیم تو دنده بله همه حرفا با هم مساویان، گفتمان‌های مختلفی است، امکان داوری نیست، هر کی هر چی گفت. این هم یک خطر باز از اون طرفه، یه افراط از اون طرفه که دیگه بالاخره آقا مناظره هدفش چی هست؟ اصلا تشکیل کرسی آزاداندیشی هدفش چیه؟ هدفش پوز دادن، فاضل نمایی و اظهار فضل و اظهار لحیه است که آقا ما مثلا دانشمندیم، ما خیلی چیزا میدونیم، ما بردیم. یا هدفش صرف هم گفتگو برای گفتگوست؟ اینم نیست، اینم یه خطر از اون طرفه. گفتگو برای گفتگو خودش بشه شغل، یه عده‌ای شغلشون بشه هم گفتگو و بحث. چنان که میدونید اصلا شروع جریان صوفیسم در تاریخ یونان از همینجا بوده. اصلا این که در فلسفه در تاریخ یونان یه عده‌ای گفتن آقا اصلا حق و باطلی مثل که وجود نداره، هر کی قشنگتر گفته. این دو تا منشأ داشت. یکی یک عده آدمای بحثه، همینجور شغلشون بحث آزاد بوده، به حق و باطل و برهان و اینا هم کار نداشتن، قشنگ خطیبای خوبی بودن، به جای دلیل جدل، به جای برهان خطابه، اینا همه رو قاطی پاتی میکردن، مخاطب رو ساکت میکردن. هر کی با اینا مناظره میکرد تو جلسه خراب میشد، ولی او طرف حق میگه ای باطل، ولی جلوی آدمایی که چیزی نمیدونن طرف عکس مار میکشه. طرف شنیدین دیگه، ای بی سواد بود او با سواد، او گفت بنویس مار، اون نوشت مار. این خودش هم بی سواد بود، جلوی عوام و خودش عکس مار رو کشید. بعد گفت مردم شما خودتون قضاوت کنید این ماره یا این. همه گفتن اون ماره، چون همه بی سواد بودن مثل خودش. این مار کشیدن ها زیاد شد. یکی هم تو دادگاه های یونان باستان داره که طرف وکیل یا دادستان یا هر کس تو دادگاه می‌خواست حرف بزنه، خیلی بحث بودن. بعد میامد میپرسید که از شاکی و متهم جدا جدا پیش هر دو میامد، میگفت چند میدی که دادگاه به نفع تو بشه؟ یک جوری به حرف بزنم که حق به تو بده. مثلا این میگفت یک رقمی میگفت، بعد میرفت پیش طرف دعواش میگفت اون اینقدر میده، تو چند میدی؟ یعنی معنیش این بود که من میتونم در هر دو صورت دو طرف حق من میتونم ثابت کنم تو دادگاه. این معنیش چی شد؟ معنیش بود مثل که هم حقیقت نسبیه هم حقوق نسبیه، مثل که اصلا هیچی معلوم نیست چیه. اگر از هر دو طرف میشه برهان اقامه کرد، اگر از هر دو طرف میشه حق رو برای کسی ثابت کرد، پس مثل که اصلا حقیقتی وجود نداره. حق و باطل پس چیه؟ اینا باعث شد اصلا شروع جریان سوفسطایی و صوفیسم در غرب همینجا بود. کسانی که ماهرانه بحث میکردن ولی برهان نبود و مخاطبم نمیفهمید که این کجاش برهان کجاش نیست. پس یک خطرم اینه که یک خطر از اون طرف محافظه‌کاری و ترسو بودن و قدرت محور شدنه که آقا دیگه بقیه حرف نزنن، یا اگر حرف میزنن باید یک جوری ضعیف حرف بزنن که من برنده عذاب در بیام توی بحث. و به شما بگم اگر با یه مقداری خدا شاهد با دقت وارد قضیه بشیم و هدفمون قدرت نباشه، هدفمون همین حقیقت باشه و هزینه‌ش بپردازیم، اونایی که طرف مقابل، جبهه مقابل تفکر اسلامی هستند، من به جناح و سیاسی و حرفا کار ندارم، اونایی که طرف مقابل تفکر اسلامی هستند که بنیاد تئوریک این انقلاب بود، تجربه ما اینه، شما هم تجربتون اینه، والله اینا تو میدان مناظره آزاد شفاف ادامه دار نیامدن و نخواهند آمد. نمیان، اینا نمیان. من تجربه‌ای که خود من دارم از همین آدمایی که اسمشون خیلی مطرح بود تو دهه گذشته، حالا رفتن آمریکا و انگلیس و اینور اونور، شاید بیش از 20 بار دعوت شدیم، خیلی دوستان بودن. یکیش حالا من دارم تجربه خودم عرض میکنم، تجربه خودم رو دارم عرض میکنم. زمانی که قدرت سیاسی دست اینا بود، رسانه ها دست اینا بود، افکار نخبگان و دانشگاه و روشنفکران هم با اینا بودن. نخبگان و خواص میگم ها، نه افکار عمومی توده ها و مردم، نه، اینا که تو صحنه های روشنفکری اینا بحث میکردن. یعنی مجله های اینا، جلسه های اینا پر مخاطب بود و حرفشون برو داشت تو اون لحظات. یعنی سالای
68 69 نه ببخشید 70 78 79 80 81 اون موقع ها شاید 20 بارشه که من خودم در جریان بودم، خودم تو در مورد خودم اتفاق افتاده که حالا تجربه شخصی منه. شاید 20 بار دعوت شد از طرف تشکل‌های مربوط به خود اونا و مثلا ما دوستان بدون هیچ قید و شرطی میگفتیم آقا نه زمانش نه مکان نه موضوع و هیچ قید و شرطی ما نمیگذاریم. موضوع هم به این معنا که یکی از همین موضوعاتی که خودش داره حرفا رو میزنی هر کدوم از اینا رو بگی حاضریم. بیش از 20 بار دعوت شد، تجربه خودم رو دارم میگم، غیر از 2 بار اکثر اینا نیامدن. یه عبارتی توی این متن که من دیگه خیلی حرف زدم، مثلا چیزایی بود که نمیخواستم بگم، چیزایی که گفتم اونایی بود که نمیخواستم بگم، اونایی که میخواستم بگم هیچ چیزی نگفتم. اینه من پس خط کشیده بودم یک جایی شد. خود دوستان این متن همه دارن دیگه، بله؟ این من خواهش میکنم با یک دقتی دوستان بخونن، به عنوان مقاله نخونن، روی کلید واژه هاش. من فقط به چند تاش اشاره بکنم دیگه وقت تو سری این نگیرم. بله بفرمایید. بله بله درسته فرمایش شما. ببینین ترسی که گفتیم ترس از حرف زدن نبود، ترسویی که گفتیم مراد ترس خود ماها بود از اینکه میدان حرف زدن بدیم به افراد بعدم جوابشو بدیم. یعنی وقتی یک کسی حالا اینقدر مسائل و موضوعات وجود داره که میشه بحث کرد و همونا هم بحث کسی نکرده، یعنی 100 مرتبه پایینتر از این که نقد نمیدونم رهبری و نقد نظام و اینا، تو اونم که شده اون میشه، ولی 100 مرحله هم پایینتر از اون، غیر بدون ایجاد حساسیت مباحث خیلی مهمتر و ریشه‌ای‌تر. بله همین اصلا دارم همین. شما خب برای همین که شروع کنین اینجا جمع شدین دیگه، برای همین. ببینید شما میگین از یک جای بالای شروع کن، خب خود رهبری از رهبری بالاتر کیه دیگه؟ رهبری نظام چند سال الان 10 سال تقریبا. ببینید چه عبارتی تو این نامه هست، این از دیگه واضح‌تر چی گفته بشه؟ افراط و تفرید. اتفاقا آسیباش هم دیدم این تو هست. یک بحث اینه که مدل‌های تحمیلی حکومت و روش زندگی در دنیا وجود داره. ما اگر انقلاب ما علیرغم این مدل‌ها متولد شده، اگر بخواد بمونه و دچار استحاله نشه یا نابود نشه، چاره‌ای نداره جز تولید فکر رو، و تولید فکر هم راهی نداره جز آزاداندیشی. ببینید منتها برای که او حالت پیش نیاد که هر کی یک چیزی بپرونه و بره، یک بحث قرار شد بحث هیئت داوری باشه، بحث جمع‌بندی باشه، هر کسی شفاف حرفاشو میزنه باید پاسخگو باشه، نه سنگ پرت کنه شیشه رو بشکنه و بره. 2 بار یک کسی میتونه بیاد تو یک جمعی تو یک کرسی توهین کنه و بره، دفعه سوم دیگه همه مخاطب مردم هوش میکنه، مسخرش میکنن. میگه آقا با ادا در آوردن که نمیشه کارتو پیش ببری. صحبت اینه که نظام سازی و جامعه پردازی است، یعنی کار خیلی ریشه‌ای‌تر از که فقط سر یک مسئله خاص بشینیم 2 نفر حرف بزنن. مسئله نظام سازی به این قضیه گره خورده. از اون طرف سیل ترجمه و هجوم رسانه‌ای دیگران، کمیت بالای تولید و هم تولید و هم تبلیغ از اون طرف در حوزه فکر، اخلاق، حقوق، حکومت، فرهنگ زندگی، خانواده، اقتصاد، حتی روش تغذیه و لباس. از این طرف اگر به همون اندازه تولید یا یک بخشی حداقل به مصافش نری، چیزی دستت خالی باشه، شما با خطر ارتجاع به فرهنگ ما قبل انقلاب مواجهی. اینا کلیدیه. تنها راه پیش پای ما ارتقاء کمیت و کیفیت در تولید فکر و علم در حوزه و دانشگاه. این تنها راه ماست. اینا تشریفات نیست که اگه وقت کردیم این کارا رو میکنیم. فعلا داریم همون روش عادی خودمون میریم، اگه وقت کردیم تولید فکر رو اینا هم میکنیم، اگرم وقت نکردیم که دیگه هیچ، کار اصلیمون رو داریم ادامه میدیم. اینا شاخصاشه تا تولید بر ترجمه و تکرار غلبه نکند و تا اجتهاد بر تقلید غلبه نکنه. او در دانشگاه، این در حوزه. سیر جوامع اسلامی قهقرایی خواهد بود همچنان. مدام شما مصرف کننده، اونا تولید کننده. اونا صورت مسئله میدن، تو باید منفعلانه پاسخ بدی. اونا میدوون، تو باید دنبالش بدوی. فداکاری هم میخوای بکن، هزار هم شهید بده. وقتی تو این عرصه عقب موندی، تمام شهدایم که میخوای بده، آخرش شهدا زحمت میکشن، خون میدن، حکومت سخت افزارش حفظ میکنن، ولی نرم افزارش کسای دیگه میان میچینن، اقتصادش به سمت دیگه، فرهنگش. آخرش میبینی در تاریخ خیلی اتفاق افتاده دیگه، یه ده هزاران نفر شهید شدن، ولی دستاورد و خوناورد اونا همون چیزی شده که اینا باهاش مبارزه میکردن.
کسی هم عمدی این کار نکرده. سالم سازی گفتگوها، تضمین بقای این فضای سالم علمی برای گفتگو، زمینه ساز تولید علم و نظریه است. اگر تعادل نباشه ما بین دو خطریم: یک، سکوت و رکود، مرداب. دو، هرزگویی، یه مرداب و یه گرداب، هر دوش بده. مرداب سکوت و خفقانی که خودمون بر خودمون تحمیل بکنیم، از اون طرف هم گرداب هرزگویی و کفرگویی. و معمولا او افراطی تفریطو میاره. اصلا شما ببینید تاریخ خودمون رو نگاه کنین، هر دوره یه مدتی فضای هرج و مرج، بعد ضربه میخوریم یه شبه دیکتاتوری حاکم میکنه، هر کس میخواد بیاد، باز دوباره این فشار میاره، دوباره یه مرتبه از یک جای سرباز میکنه، باز به جای آزادی متعادل باز هرج و مرج. یعنی هر کی بیان، قلم، تریبون دستش میاد به همه جا میزنه، از بالا تا پایین. تعادل نداریم. سکوت و هرزگویی، از یک طرف سوء ظن و بدبینی و ضیق صدر، از یک طرف کفرگویی و بیادبی و حریم شکنی. اینا یعنی فضای باز اسلامی متعادلی ما بهش به طور نهادینه شده هنوز نرسیدیم. یا هیچی نگو یا هرچی به دهنت میاد بگو. خب هر دوش غلطه. به محض شنیدن، نه به محض شنیدن فکر تازه تهمت بزنیم، نه تحت عنوان نواندیشی مرزهای حقیقت و فضیلت رو برچینیم. تفاوت اصولگرایی با تحجر چیه؟ تفاوت نواندیشی با بدعتگذاری چیه؟ این تفاوت کی آشکار میشه؟ وقتی که شفاف بحث بشه. اگه حرفی دارن، حرف شفاف میشه. دو گروه دستشون بسته میشه. یکی شارلاتانا که ما شارلاتان هم زیاد داریم. میدونید وقتی که کرسی آزاد اندیشی نبود، شارلاتانیزم هم از یک طرف چیه؟ مشتری پیدا میکنه. برای که مدام میگه من یه حرفای مهمی داشتم نذاشتن من بگم حرفامو، نمیذارن من حرف بزنم. بابا تو که حرفات زدی، 100 بارم جواب دادن، چرا نمیای مناظره پس؟ خب یا 20 جلسه بنشین، 20 جلسه بنشین با رعایت اخلاق و ادب و منطق، هم تو حرف بزن هم ما حرفامون میزنیم، استدلالمون هم بگیم. میدونید اگر این کار باب بشه دو تا اتفاق نمیفته. یک، شارلاتان ها میداندار نمیشن که مدام چرند بگه طرف و بعدم بگه هیچ کس نفهمید من چی گفتم. این حرف مظلوم واقع شد. این حرف اونقدر عمیق بود که شما هیچ کدوم تو نفهمیدین، یا هیچ کس به من جواب نداد. چی آقا چرنده گفتی؟ کی جواب نداد؟ این جواب این حرف. اگه حرفت اینه این جوابش، اگه اینه هم جوابش. چی میگه الان؟ هیچی دیگه نمیان. از یک طرف دیگه هم یک اتفاق دیگه میفته. واقعا ما آقا آدمایی داریم، فضلایی داریم که اینا حرفایی دارن، کوچیک و بزرگ، حرفای شنیدنی دارن، جرئت نمیکنه طرف حرفشو بزنه دیگه. ببینید این کرسی ها اولش باید پاسخ خود ماها رو بده. اول کرسی برای خودمون بگذاریم. اولا که تا بحث کرسی ها میشه فقط ذهن‌ها سراغ مسائل سیاسی نره. مسائل سیاسی مهمه ولی روبنایی ترین بخش بحثه. و معمولا هم این بحثا چون یقه میگیرن و گاز میگیرن، هم دیگه رو پاچه میگیرن و اینا، هم مخاطب بیشتر داره، هم هیجان توش هست، نزدیکای انتخابات اینا رایج میشه. کرسی آزاداندیشی که بحثش این نیست. اینا همیشه بحثایی که همیشه بوده و باید هم باشه. اولا یک چیزی به نام خانه به اصطلاح ملی گفتگوی آزاد تصویب شد. همون اولی که این نام آمد آخر مخالف موافق داشت. هنوزم بعضیا با اصلش مخالفن، استدلالایی هم دارن، نه که بگن با بحث آزاد مخالفیم. یا عالمه زور زدیم با بعضی دوستان که این اصلا تصویب شه، بازم یه عده مخالف بودن. حالا استدلالایی هم داشتن ها، حالا نمیخوام بگم اینا ضد آزاداندیشی بودن، اسمشون هم اگه ببرم شما شاید باور نکنید که عجب فلانی فلانی هم مخالف بودن. بله. بعد که تصویب شد چند سال طول کشید و هیئتی تعیین شد و خانه گفتگوی ملی آزاد تصویب شد که تو مباحث عمومی‌تر فرهنگی بحث بشه و توی بحث علمی تخصصی هم کرسی‌های حتی 3 سطح شد: کرسی گفتگو و مناظره، کرسی نقد که اگر صاحب یک حرفی کسی حرفی زده خودش نمیاد یا اصلا نیست، حرفش نقد بشه، و مناظره که 2 نفر یا 4 نفر بحث بکنن ولی هیئت داوری باشه، زمان درست تقسیم بشه، جدل نشه، جمع‌بندی بشه، منطق و اخلاق حاکم باشه و بعد ادامه پیدا کنه. و بعدم هیئت داوری گفتیم اونجا بحثی که آوردن اونجا اینه که هیئت داوری نه به معنی مثل هیئت منصفه دادگاه حقوقی، نه، هیئت منصفه هیئت داوری علمی، مثل جلسات پایان نامه، منتها یک کمی دقیق‌تر، شفاف‌تر، فشرده‌تر و با ادامه. الان چرا همین موضوعی که شما فرمودید. خب مشهد که یکی از بزرگترین مراکز حوزوی و دانشگاهی جهان شیعه و اسلامه،
شما تو مشهد الان هم همتون الحمدلله حوزه‌ای و دانشگاهی اینجایی، خودتون میفرمایید آقا راجع به این مسئله تا حالا بحثی نشده. خب یکی از کرسی‌ها، یکی از جلسات باید همین باشه. قرار نیست همه کرسی‌ها جلوی جمع باشه که بخوایم یکی بره که کف بزنن و هو کنن. ضرورت داره. همین الان جناب علی فرمودید در رشته ما صرفاً به مسائل بیولوژیک مفهوم حیات اشاره میکنیم. ما هیچ ارتباطی بین این حیات با حیاتی که انبیا ازش بحث کردن بحثی نداریم. کسی نیست یه حرفا رو بگه، کسی بحث نکرده. همینه دیگه. فقر یعنی همین. فقر فکری و فرهنگی یعنی همین. همش مسئله امان نامه نیست. بله امان هم باید بدن. وقتی کرسی آزاداندیشی یعنی امان، نه منای امان. منتها همه چیز مسئله امان نامه نیست. الان امان نامه راجع به ارتباط مباحث فقه و اخلاق و پزشکی امان نامه، همین بنده کاری نیستم ولی یک امان نامه اگه بخواد الان امضا میکنم هیچ مشکلی در این با وجود نداره. امان نامه رو دادن، کو حرفا، کو حرف، کو آدماش. ما چند تا طلبه تو حوزه مشهد داریم و چند تا دانشگاهی تو دانشگاه مشهد داریم که اینا جزو بزرگترین مرکز دانشگاهی حوزوی ماست دیگه. چند نفر داریم که روی مسائل تا حالا نشسته باشن، چند هفته چند ماه فکر کرده باشن، مطالعه کرده باشن، میتونن یک جلسه رو برگزار کنن. اولین کار اتفاقا شروعش یک جلسات مثل همین جلسه. شما یک جلسه کرسی آزاداندیشی هفتگی بین خودتون راه بندازید، اول بین خودمون راه بندازیم. یعنی 50 تا مسئله اصلی رو در باب مسائل اجتماعی طرح کنیم، هر چند نفر گروهی دانشگاهی حوزوی بگن آقا ما متکفل این موضوع، برن راجبش کار کنن، بحث کنن، بیارن. اصلا این انقلاب چجوری شده؟ ببینید همین بحثایی که بعدن شد قانون اساسی، بعدن شد شورای مجلس خبرگان و این حرفا، اینا چیزی نبود که همون لحظه تولید شده باشه. اینا در بدترین و سختترین سالهای قبل از انقلاب، دهه 40 50 60، در شرایطی که هیچ کس امید به تشکیل حکومت نداشته نشستن این کارا رو کردن. همین خدا بیامرزه شهید بهشتی میگه او زمان سال امام تبعید شدن، همه مایوس شدن، بهشتی نشسته راجع به حکومت اسلامی فکر کردن. یعنی این دیگه، نشسته تو اتاق، امان نامه هم از کسی نگرفته، نشسته تو اتاق کار کردن، فکر کردن. وقتی این ذهن آماده شد، 10 نفر 20 نفر آدم نشستن روی کارا. همین راجع به خود رهبری هم من دیدم توی زندگی نامه ایشون، دیدم همون سالا نشسته ایشون راجع به امامت و تحلیل تاریخ سیاسی اهل بیت کار کرده و چجوری تطبیق بده با مسائل امروز. که بعد ایشون گفتن تو موقع بازداشتی که ساواک کرد بخش مهمی از یادداشت‌های منو بردن، ولی بالاخره این ذهن ساخته شده. یعنی در شرایطی که امید حکومت نبوده، اینا نشستن راجع به حکومت فکر کردن که همین فکر را اگر آماده نبود قانون اساسی اینجوری نوشته نمیشد. که الانم انقلابایی که داره تو مصر و تونس و اینجاها میشه، اینو من خبر دارم که یک از نسخه‌های قانون اساسی ما رو هم خواستن که ببینن چجوری میشه هم دموکراسی مردم سالاری باشه هم اسلامی باشه. یعنی یه مرتبه 5 نفر آدم یه گوشه‌ای 50 سال پیش در بدترین شرایط میشینن فکر میکنن، خودشون هم نمیدونن. نیم قرن بعد یه مرتبه میبینی شد داره میشه یه الگو تو دنیا. خب ما الان همین کارو باید بکنیم. حوزه و دانشگاه مشهد به نظر من پتانسیلش تعطیله. حالا این حرفا رو اینجا نباید گفت. بسیاری استعدادهای خوب تو همین حوزه مشهد بودن و هستن، ولی متاسفانه فضا وقتی درست مدیریت نمیشه اینا پا میشن میرن قم یا اینجا. الان حوزه مشهد باید ظرفیتش با 10 تا مجله تو حوزه آزاداندیشی داشته باشه. هفته این دانشگاه و یه حوزه به نظر بنده میتونه هر هفته یک کرسی آزاداندیشی داشته باشه، گفتگو، مناظره، نقد، بحث. اولش هم لازمش بریم همین الان میخوایم نقد امام زمان. نه آقا خیلی هزار جور مسئله دارید که جای فکر، جای بحث، کسی اصلا یک کلمه نگفته، نشنیده. یه سمینار گذاشتن راجع به بعضی مسائل. پر بحث چی بود؟ هم دانشگاه شما تشریف داشتین، بحث فقه و پزشکی. 3 تا شده تا حالا ها؟ 3 تا سمینار شده. خب در عرض 30 و چند سال 3 بار برگزار شده، در حالی که یه همچین سمیناری باید هر سال برگزار بشه. چرا 3 سال 3 تا برگزار میشه؟ برای که حوزه تعطیله توی جهات، برای که تعطیلیم، کار نمیکنیم. یعنی وقتی تولید فکر نباشه گفتگو و کرسی آزاداندیشی نیست. وقتی کرسی هم نبود زمینه‌ای برای طرح بحثا نیست، و وقت تولید فکر نیست. اینا همدیگه تقویت میکنن. اینا همش امان نامه نمیخواد. من چون فرمودن با اشاره که مثل که جلسه وقتش چقدر دیگه وقت داریم ما؟ نه خب بالاخره چقدر تمامه یا چقدر وقت داریم؟ خب اگر کسی درس چیزی داره ما مزاحم نشیم. بفرمایید شما. من فقط این بخش آخر عرایزم
می‌خواستم بعضی از چون فرمودن درستم فرمودن، گفتن آقا اصلا بنیان‌های این قضیه که اخلاق بحث در منابع ما چطور بیان شده، تا کجا چی رو بگیم. رفقا البته بعضی از اینا رو دیدن، ولی من به ایمان تبرک نه، برای تعلم و آموزش، نه برای تبرک. اصلا من با اینا که آیه و حدیث برای تبرک میخونن خیلی مخالفم، چون منظورشون اینه که گوش نکنین، درست؟ برای تبرک نه. اینا که عرض میکنم همه روایات و آیاتی است که هر کدوم به نحوی به مسئله آزاداندیشی و مناظره و اینا مربوطه. بخش از اینا داره منطق و روش گفتگو و مناظره رو بیان میکنه، بخشش راجع به اخلاق گفتگو و مناظره است. همین فرمایش که فرمودن دوستمون که مبانی اصلا نوع نگاه به این مسائل در دیدگاه اسلامی درست بیان نشده. راست میگن، همین روایات اینقدر زیاده، باید اینا بیاد درست تو افکار عمومی بحث بشه. اولا این تعبیر از حضرت صادق سلام الله علیه که فرمودن اشاره و تأکید بر فرهنگ مکتوب. ببینین یکی از مشخصاتی که تمدن تا قبل از تمدن اسلامی تقریبا ما تمدن‌ها فرهنگ‌ها عمدتاً شفاهی هستند و خیلی چیزی از اینا نموند. تمدن اسلامی نقش بسیار مهمی داشت در تبدیل فرهنگ شفاهی به فرهنگ مکتوب، یا اینکه فرهنگ مکتوب هم به موازات فرهنگ شفاهی باشه. این هم به تثبیت مطالب و حفظ مطالب کمک کرد، از جمله خود کتاب خدا که دوچار همون قرآن کریم دوچار گرفتار او بلایایی که کتب مقدس الهی قبلا شدن نشه. شما دیدید بعضی از آقایون نظرشون اینه که پیدایش فرهنگ مکتوب در اصل خاتمیت دخالت داشته. یعنی ای که چون تا قبل از عصر اسلام ما فرهنگ مکتوب تثبیت شده قطعی نداریم، حتی کتاب‌های مقدس قبلی هیچ کدوم نموندن، درست؟ یکی از دلایلی که کمک کرده به مسئله خاتمیت پیدایش فرهنگ مکتوبه که بشه اینا رو نگه داشت. یکی دیگه از فوایدش هم که به بحث ما مربوط میشه اینه که وقتی یه فرهنگی مکتوب شد و ثبت شد قابل گفتگو میشه، نه اینکه فی المجلس. بعد جاهای دیگه در طول تاریخ شما الان نشستی بعد از 1000 سال داره راجع به یک مسئله بحث میکنه. یک گام بزرگی بوده در تمدن و فرهنگ. امام صادق علیه السلام فرمودن اکتب و بث علمک فی اخوانک، بنویسید، فقط به فرهنگ شفاهی اکتفا نکنید، بنویسید و بث علمک، این علم رو منتشر بکنید در سطح برادرانتون، در سطح جامعه. فرهنگ مکتوب و گستره عرضه دیدگاه ها و در اختیار همه گذاشتن که همه ببینن و هر کس هر نظری بحثی چیزی داره مطرح کنه. این یک مبانی مهمه برای فرهنگ آزاداندیشیه. فرمودن فاورث کتبک